لازم به ذکره که به طوری که شنیده شده خانم ها بعد از مجلس قبل از اینکه آمادگی باشه زود نماز عشاشون رو نمیخونن و میان جمع میشن برای ملاقات. این کار خلافه و مورد غضب خداوند قرار میگیره. اول نماز واجبه، بعد اگر شد حالا یه نفر دو نفر هم واسه ملاقات میاد، نه اینکه بخوان یه عده‌ای به خصوص خودشونو بدونن برای اینکه برای ملاقات زودتر از اونهای دیگه بیان نمازشون هم ترک کنن. انشاءالله امیدوارم که دستورات رو عمل کنن و موجب صحت خداوند قرار نگیرن. ناراحتی هایی که الان پیش می آید متاسفانه توجه نمی کنیم. هر ناراحتی برای هر یکی از ما پیش بیاید اگر دقت کنید نتیجه عملی اشتباهی است که ما کردیم. به خداوند تذکر میدیم. اگر بتونیم توبه کنیم و اون کار رو توجه کنیم و دیگر انجام ندهیم انشاءالله مورد عنایت حق قرار خواهیم گرفت و الا این ناراحتی ها هم برای خودمان هم برای دیگر فقرا به وجود میاد.